نمی شود یک قاعده عمومی را گرفته همه مردم را تکفیر کرد که این سخن کفر است، از هر کسی این سخن را گفت او کافر است. یعنی تکفیر قالب نیست که بالی هم زدن گرفت. بله. میگوید یختلف بحسب اختلاف حال شخصی، حالت شخص را دیده حکمش فرق میکند. درباره مانعهای کفر و اطراف اون صحبت میکنیم و انشاءالله دلیل ها از آیات و احادیث و اقوال علما خواهد بود. در مسئله تکفیر باشد البته خیلی جای تاسف است که این عادت میانی بعضی جوانان پیدا شده و این فساد دینی، فساد اخلاقی و جهل و احکام شریعت که در اونها دیده می شود خیلی مدهش است، خیلی جای تاسف است. اونا حیله داشتن میگفتن که خون ریختن ممکن نیست در دین مسیحیت، برای اینکه خون ریختن ممکن نیست انسان را با طریق سوختن میکشتن. حکم صادر نماید. یعنی وقتی از منظومه معرفتی علوم شریعت بیرون شده خواستن به دلیل های جزئی عمل کنند. هر شخصی وقتی شریعت را به شکل جزئی می‌نگرد البته چون اشتباه از او سر می‌زند، خواهد یا نخواهد. امام احمد حنبل خود ایشان نیز زیر شکنجه و عذاب قرار گرفت، زندان شد از سوشته این مثلا. یعنی اگه گوید که عبدالله حق یا عبدالله چه خیلی که تکفیرهای امروزه بسیار به همین چیز چیکارن، امام نووی میگن که خیلی یکفر کافر بود.